این رو میکشید برای ریه آسیب. من چون ستون به اصطلاح قفسه سینم شکسته، آسیب‌های داخلی بیشتر دیدم. میگید از اون ساعات، از اون اتفاق چه شد؟ شما چه میکردید؟ من روی تخت بودم، موبایلم روی زمین بود با فاصله. خانواده‌م هم اتاق بغلی خوابیده بود. من خواب بودم چون موقع نماز بود، من داشتم بیدار میشدم. همه اتاقم فرو ریخت، آوار فراوانی هم روی من فرو ریخت و من 3 ساعت زیر آوار بودم. و اونجا برای من ماجراها گذشت برای خودم. من نماز صبحم زیر آوار خوندم. هوشیاری داشتید زیر آوار؟ من لحظه ای که تیر زد هوشیار شدم. یعنی من اول فکر کردم زلزله شد و آوار ریخت. و آوار ریخت. من با پاهم شروع کردم کندن جلوی پام. البته به اندازه‌ای که میتونم تحرک پیدا کنم. من نماز که خوندم صدای ماشین شنیدم. بعد از نماز صدای ماشین شنیدم، گفتم پس زلزله نیست، چون توی شرایط زلزله در تهران ماشین تو خیابون نمیاد. گفتم خب اسرائیلی‌ها من زدم.